ناگفته ترین درد جنگ برای شما چیست؟ بی‌توجهی. اینکه من یک وظیفه‌ای دارم در مقابل دینم به خودم مربوطه. اینکه من وظیفه‌مو انجام دادم به شخص خودم مربوطه. اینکه من در نهایت ایثار بودم یا نبودم به خودم مربوطه. اما دیگران چه وظیفه‌ای دارن در مقابل این نسل از آدم‌ها؟ دولت ما چه وظیفه‌ای داره در مقابل این نسل از آدم‌ها؟ من نه اسیر شدم، نه جایی قطع شده. چطور شما قانون نویس جوری قانون می نویسی که کسی که زنده از جنگ برگشت به امان خدا رهاش کردی؟ تو چطور تکلیفت رو فهمیدی که تکلیف تو هیچ جاش به من نخورد؟ من هیچ جا نتونستم جای درست قرار بگیرم. چطور یک دفعه بعد از جنگ لشکری از رزمنده ها رو به امان خدا رها کردی؟ امان خدا جای خوبیه، ولی مشروطه بر این که تو هم بفهمی اینو. تو چه وظیفه‌ای رو انجام دادی این آدم دست خودش نبوده که اسیر نشده، دست خودش نبوده که جایش قطع نشده. بیشترین خدمت رو آدمی کرده که از اول جنگ سالم بوده تا آخر جنگ. این بیشتر خدمت کرده. این فرصت براش ایجاد شده که بیشترین خدمت رو تو جنگ انجام داده. چطور شما قانون نویس وقتی جنگ تموم شد درصد دادی به آزاده، درصد خدمات دادی به همه اونا، چطور منو رها کردی؟ من که دستم به جایی بر نیست، چطور رهام کردی؟ امثال من رها شدیم. اون چه که هستیم حاصل خودمونه، حاصل هیچ کمکی نیست. ما زنده هایی بودیم که نه اسیر شدیم، نه جایمون قطع شده بود. مواجه شدیم با واقعیت یک زندگی سخت. شما مسئول یک جنگ اقتصادی بودی، چطور بعد از جنگ یادت رفت من در شرایطی هستم که نمیتونم از عهده خیلی کارها بر بیام؟ شما ایجاد کردی این شرایط رو، چطور منو یادت رفت؟ چطور فراموش کردی من یک انسانم